روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. الان فکر کنم ساعت 3:30 یا 3:30 یا 3:40 دقیقه است یا همچین چیزیه. من دوتا چیزی یادم و من دیروز به رزوان گفتم که آره بیا فردا بریم بیرون درس بخونیم. سرده و من دلم میخواد که بخوابم، دوست ندارم برم بیرون، ولی خب چون دیگه گفتم نمیشه کنسلش کنم. به خاطر همین بیاین آماده شیم بریم. بچه این اولین باری که دارم سایه آبی میزنم و واقعا امیدوارم که شبیه عشق ابدی نشم، بچه های عشق ابدی شبیه اونا نشم. نمیدونم، حالا دیگه زدم دیگه تا اینجا. اینو که هیچ کار نمیتونم بکنم، یکم فقط کمرنگش میکنم که هیچی ازش معلوم نباشه. امیدوارم واقعا هیچی ازش خیلی معلوم نباشه. نمیدونم. بچه من یکم چیشو بیشتر کردم، یکم خط چشمم رو حس میکنم بیشتر کشیدم. امیدوارم که اونقدر این معلوم نباشه، واقعا عمیقا امیدوارم که اینجوری نباشه. امیدوارم که خوب نظر برسه. بریم سراغ رژ گونه. از این یکی براشون استفاده میکنم چون کوچیک‌تره، راحت‌تر میتونم کنترلش کنم و صورتم اونقدر قرمز نمیکنه. البته امیدوارم. پنجره اتاقم بازه و باد که میاد در تکون میخوره. تو خدا خوبی شد. عینکم ندارم، نمیدونم دارم چیکار میکنم. فقط چه بازم بد نشد، در کل خوبه، خوب شد در کل. ولی یه سری جا نیاز به کمرنگ پررنگ شدن داره. بعد سایه آبیم اصلا مشخص نیست، خدا رو شکر خیلی کمرنگ شد و اصلا معلوم نمیشه که سایه آبی زدم. الان فقط میخوام موامو درست کنم، فقط جلو موامو ببافم، بعدش هم دو طرفشو ببافم. موامو بستم، خیلی برم ریخته شد. شون دیگه من هرچی کمتر اهمیت بدیم بیشتر برنده ای. واو. حالا چی ببریم با خودمون امروز؟ اینا رو که بعدش میام جمع کنم. هیچ. خب کلاسورم، کتابم، اینا خیلی واجبه، بدون اینا نمیتونیم درس بخونیم. اینا رو برمیداریم. 4-5 دقیقه کمه بچه ها، هنوز وقت داریم. بعد همه چی تو کیفم دارم. میخوای چند تا خودکار دیگه برداریم فقط یا نه؟ بعد اومدم وایسامو میفرستم و چند تا وایسام هنوز دارم، باید اونا رو بفرستم. بی اونا وقتی برگشتم شب عشق و شوره، شب رقص و نوره، با یار قرار گذاشتم نیومده راهش دوره. کتابی که دارم جدیدن میخونم، البته من اینو بچه قبلا شروع کرده بودم ولش کردم، الان دوباره دارم ادامهش رو میخونم و الان صفحه 117 هم، الان صفحه 117 هم، کلن 200 صفحه هست، 200 کمتر. کتاب بادامه، بازم کتاب قشنگیه، ولی من با اون کتاب
کتابخانه نیمه شب خیلی ارتباط گرفتم و واقعا میتونم بگم جزو کتابایی که خیلی دوستش دارم و حتی خیلی دلم میخواد دوباره بخونمش. اما یکی از چیزایی که خیلی مهمه، من واقعا دلم میخواد که از این کتاب یه نسخه برای خودم داشته باشم، چون کتاب خواهرم رو خوندم و خب نمیتونستم مثلا این سری چیزا رو توش هایلایت کنم. دوست دارم این کتاب و نسخه‌ای که برای خودم رو داشته باشم که راحت بتونم هر چیز قشنگ و مهمی که توش میبینم مثلا انگاری واسه منه زش خط بکشم. و چون شده کتاب مورد علاقه‌ام، دوست دارم هی برگردم مثلا یه ورق بزنم، هی اون چیزایی که توش نوشتم توش تیک زدم و هی چک کنم دوباره. و آره اونو من واقعا خیلی دوستش داشتم، ازم خیلی کتاب خوبیه. خیلی گوشواره نداریم بندازیم؟ من قبلا خیلی گوشواره داشتم خب، بعد گرفتم تمام گوشواره هامو ریختم دور، هیچ کدومشون مثلا دیگه تو دلم نبودن، هیچ کدومشون به اون صورت، به خاطرم همه ریختم دور. حالا الان هی دلم میخواد گوشواره، یه مدل دارم بالا پروانه است قشنگه، نه همینو میپوشم. دیدین این چیا که الان چند وقت اومده خیلی مد شده، مثلا گوشواره است و 6 تا گوشواره توی یه دونه چیه، توی یه دونه بسته است، یا مثلا چم 6 تا انگشتره توی یه بسته است. من واقعا از اینا خیلی دوست دارم، به نظرم خیلی قشنگ و خوبن و کاربردی ان. مثلا دیگه لازم نیست هی هر سری بری جدا جدا بخری، چه میدونم یه بسته بندی رو انتخاب میکنی که میدونی به تو میاد، به مثلا اون استایلی که میزنی میاد و دیگه همش همونو میپوشی امتحان میکنی. من خیلی دوست دارم این مدلی و فکر کنم که بخوام بگیرم حقیقتش، بعد گفته بودین که دوست دارین آنباکسینگ و این هم داشته باشیم. خودم هم خیلی دوست دارم بچه‌ها، ولی منتها الان دارم پولام برای یه چیز دیگه جمع میکنم، برای یه کار دیگه دارم پولام جمع میکنم و به خاطر همین نمیتونم خرید زیاد بکنم. اتفاقا من یه دونه دیدی مثلا می کالکشن درست میکنی توی اینستاگرامت، پستاتو دسته بندی میکنی و اینا، من یه دونه دقیقا عین همین دارم و همش خریدنیه. یه دونه کالکشن این شکلی دارم و همش خریدنیه، ولی فعلا جیبم بهم اجازه نمیده. که یه نوتیف اومد فکر کنم رضوان داره زنگ میزنه، استرس گرفتم. رضوان پیام داده، فکر کنم نوشته ببر بیرون. من هنوز چیزایی نگم نشدم، خانم انجام شد. رضوان جان رسید و داره با بو خودشو داغون میکنه. هلو خوبی؟ چرا آرش شده خوب شده؟ من سایه آبی زدم آرشم اصلا خوب نشدم. حس میکنم خیلی داغون شد، مثل بچه ها عشق ابدی شدم. نه اتفاقا چشم خیلی خوشگله. جدی؟ خطی چشم رنگم خوش. بچه ها کجا برم؟ هر جایی که خواستی. میرم هوای پاییزی رو برم از بیرونش لذت ببرم. واو بچه ها بگی گفتم خدایش؟ نه بچه ها من خیلی تنبلم. من دوست دارم مثلا هوا ابری سرده بمونم تو خونه قهوه درست کنم، کیک بخورم. تیتاب آره دلم نمیخواد برم بیرون. موها خوب شده رضوان؟ آره موها تو که اینجوری میزنی خیلی بد میاد. به خدا چقدر توی بدی رو اپلود میکنی؟ میدونی اون هفته ای من گفتم به معده درد بودم، بعد مشکل خواب بچه ها هنوز دارم، خوابم تنظیم نشده، دیر میخوابم دیر پا میشم. بریم کوبه کجا؟ کوبه اون شبی با هم رفتیم. کدو شب؟ ما خیلی شبا خیلی جا رفتیم. وای آره. نه بچه شوخی میکنم، جدی نگی. آره کجا بریم؟ معلومه سایه آبی زدم؟ از دور معلومه؟
گوشواره پروانه معلومه انداختم. گوشام عادت ندارم دارم گوش درد میشم. خیلی خوشگلم ولی جدی؟ بامزه. آقا دیدی این پکای گوشواره و انگشتر و اینا که جدیدن اومده؟ من اینا خیلی دارم میخوام بگیرم. خب مازاد از کجا میتونیم بگیریم تو کرمون؟ چه آنلاین سفارش نمیدی؟ ایده خوبیه، چون از یه جا باید جدا گوشواره سفارش کنم، از یه جا باید جدا انگشتر سفارش کنم. با هم نداره که پکشو مثلا ستی بفروشه؟ آخه نمیخوام ست باشه، مثلا برام مهم نیست اگه گوشواره و انگشترش با هم دیگه متفاوت بود. میخوام مثلا یه دونه پول پست بدم، من برام مهمه. چه نور خوبه امروز. ببین اگه تو خونه بودی الان هنوز خواب بودی. نه به خدا، من که بیدارم دارم چیکارام میکنم. نهار پختم، ماهی درست کردم امروز. چه ماهی دوستم نبود. جاش قشنگ ولی من ماهیدم چه میدونم خیلی کیوت بود که گرم خیلی فضاش خیلی بالی. میدونی چی شد؟ افتاد دنبالمه خانومه. همه حس دیگه نفسه چی نیه دنباله. شیرینی گرفتیم بریم درس بخونیم. چقدر خوش اخلاق بودن. دوباره آتیش دادیم به مالمون. ما بعد از اینکه خریدامون رو کردیم مجدد تصمیم گرفتیم بیام همون جای همیشگی طبق مخصوص فنجانه. حالا اینجا دو تا تیکه داره. این تیکش من دوست ندارم. من چون باید تنها بچینم یه رفتم حدود نیم ساعتی رو ترجیح هم میدونم. الان تقریبا ساعت 8 و ما از اون تایمی که اومدیم دیگه نشستیم شروع کردیم. من یادم رفت ویدیو بگیرم ولی کلش رو داشتیم درس می‌خوندیم. بعد یه نیم ساعت بینش فقط رضوان باید میرفت کلاس دیگه رفت و برگشت. الان داریم تمرینای کتاب رو حل می‌کنیم. بار از چی اومده؟ از معلومه خسته شدم، حوصله‌ام سر. آره تو داری شیطان خیلی نشستم. به خدا اصلا تو بیرون یه گشتی. نه به خدا اصلا حتی یک دقیقه من فقط اون موقع که پا شدم آب بگیرم فقط همین. آفرین. بیا من یه چیزی یه چیزی بهشون بدم. من الان نمیفهمم چی میگی. به خدا من الان بابا یه لحظه داستان برات تعریف کنم. یه پسره نمیفهم. به خدا نمیفهمم چی میگی. باشه یه لحظه بیا کارت دارم. من دیگه رسیدم خونه و از اونجایی که خیلی میزم به هم ریخته است طبق معمول برم لباسامو عوض کنم، صورتمو یه آب بزنم، بعد بیام چیز کنم، بیام میزمو تمیز کنم و همین دیگه ببینم که چیکار میکنم. حالا این بار دیگه یادم هست اگه بخوام بشینم درس بخونم براتون ویدیو میگیرم. امروز واقعا یادم رفت تو کافه ویدیو بگیرم ولی خب بشینم دیگه اینجا ویدیو میگیرم.